هموطنای عزیز، سلام، وقتتان بخیر. امید از هر کجای از دنیا که هستین جور و صحت و سلامت باشین و یک سلام ویژه هم تقدیم می‌دارم به آن از هموطنای عزیز ما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه. خدا کنه که ایام گرم زمستان، خدا کند که ایام سرد زمستان به خوبی و خوشی در کنار اعضای فامیل و دوستان خود سپری کنند. هموطنای نازنین، امروز ما در یکی از ساحات تاریخی شهر کابل هستیم که به نام کوچه شراره یاد میشه و ما میبینیم که اینجا هموطنای ما بسیار تندورای وطنی را که نه تنها در کابل بلکه در بیشتر ولایت افغانستان ازشان استفاده میشه، اینجا ساخته میشه که این تندورا در سابق هم مورد استفاده بود و حالا هم ببینیم که بازار کارشان چطور است و در رابطه با ساخت و ساز از اینا بیشتر با کسایی که اینجا مصروف هستن صحبت میکنیم. شما بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. عزیزان، ما در کوچه شراره کابل هستیم، جایی که بسیار تندورای وطنی ساخته میشه و ما هم میریم به داخل و میبینیم که بسیار تندورای بزرگ و شیوه کلان اینجا جور شده. شما بیننده باشید، ما هم میریم داخل. طوری که میبینید بسیار تندورای کلان است و اینجا به فروش میرسه، بسیار کلان هستند و همچنان شما مشاهده کنید که خیلی اینجا تندورای کلان است و این که یکی از قدامت‌های تاریخی کشور ما هست که نه تنها در کابل بلکه در سراسر کشور ما این تندورها مورد استفاده قرار میگیره. شما در جریان برنامه بیننده خواهد بودین که در رابطه با ساخت و ساز این تندورها بیشتر با مالکین اینجا صحبت میکنیم. برنامه را تعقیب کنید. بیننده های عزیز، شما میبینین که در کنار ما برادر ما در حالت ساخت ساز تندور است. در رابطه قضیه اگر بگوین که تندور چی اندازه است و این به کدام جا شما میسازین؟ ولی این تندور رو تخمینا اندازش 5 پای تندور یا 5 پای تندور میاد که خاصه پذیر نان بایایی که بیادر یک دو خلطه سه خلطه کار میکنه وزنای تندور رو میشونه. خب بسیار خوب. این فرمایش کس بوده یا تو میسازین که باز فروشنده بیا بخیر سودا کنین؟ نه خیر، همین دینه روز یک مشتریم از اون قیمت زنگ زد که برای ما بر اول رمضان یک دانه تندور 5 یا 5 پای برام جور کنیم. باز اول رمضان برای زنگ میکنم انتقال میکنم بیار بشم. خب در رابطه با قیمت از یک صحبت کنیم، باز قیمتش چند است؟ قیمت از این دیگه 5000 روپیه قیمتش میاد، 1000 امپرای موتر میشه تو اینجا که میبریم 6000. اما تندور که بسیار بزرگتر است و اون طرف دکان است، قیمت از او چند است؟ این تندور دیگه بازار از دیگه شاید 10000 12000 فروشات میشه. خب حالا باز با قیمت های تندورا که 10000 از 12000 است و گفته خود شما باز فروشاتتان خوب است یا خیر؟ خوب است، شکر است دیگه، مثل سابق ما رو نه ضعیف شده. او تندور هم فرمایش کس بوده؟ نه خیر، رامو تو شوقی جور کنم که کدام تا مشتری ما بیا باز داشته باشیم. باز یکا مشتری میام دفعه میگه برای ما تندور بده که ما میگیریم میبریم. باز یافترش هم تو جور میکنیم در دکان میمونیم مشتری بیا تیار. خب یک اصطلاحی وطنی ما داریم میگه سرشته ایستیم دیگه شما. پیشکی برای شما آمده تیار میباشه که زنگم ده خیلی گیشید میاد زنگ میزنه که یک تندور بینی اندازه بگی بیا. باز ما تیار دکان میباشه باشیم باز میکنیم میبریم.
اینقدر کار است که پیش رفته چند روز میشه که شما شروع کردین کار ساخت ساز زیرا؟ یعنی میره دین روز گلش تر کردیم. این امروز دیگه ساعت 2:30 بجه روز است. این می اندازه رسیده است. بسیار خوب، سلامت باشین. بخیر باشین.